اولین کاری که برای مسلمان شدن باید انجام بدی دروغ گفتنه، چون میگه اشهد ان لا اله الا الله، میگه اشهد ان، میگه شهادت میدهم. چجوری شهادت میدی؟ باید یه چیزی رو شاهد باشی. میگه شهادت میدهم که خدایی به جز الله نیست. کجا دیدی الله؟ به چی داری شهادت میدی؟ شهادت مسلمان شدن شهادت دروغه. اولین جمله هر مسلمان دروغه. یکی از دیالوگای معروفه یه فیلمی هست در ایران، یک آخوندی میگه راههای رسیدن به خدا خیلی زیاده. میشناسیم هممون، درسته؟ اسم فیلم چیه؟ مارمولک. هم خانوادن، خزنده هستن. شریر از چه خانواده ای؟ مار، خزنده است. دیگه داری وارد محدودهای کانسپیرسی میشی. نه، کلام خدا گفته. ما فقط چشامون رو باز میکنیم، این دنیا رو میبینیم. وقتی کلامو میخونیم قطعه‌های پازل همه کنار هم در میاد. خدا رو شکر که خدا این دنیای تاریک رو نشونمون میده و کلامش نور زندگی ماست. ایرانی، چشاتو باز کن. نسل مار داره به تو حکومت میکنه. انقدرم پرروان که خودشون و اینقدر ما ساده دلیم. بعد این همه سالم وقتی میشنویم میگیم نه بابا دیگه در حد نیست. چرا؟ حقیقتا در همین حد. راههای رسیدن به خدا 100 تا و 1000 تا نیست. خدا فقط یک راه فراهم کرد. اون راه نه محمده، نه علیه، نه بوداست، نه هیچ کدوم اونای دیگه. ایمان از شنیدن است، شنیدن کلام خدا. خون عیسی تاوان کامل گناه توست.